فابریکه آرد غنی شده باختر هستیم. شما میبینین که قسمی که جناب رئیس گفتن که ما در حدود 6 ماه یعنی مواد داریم، ذخیره داریم، هیچ جای تشویش نیست. ما تا 6 ماه اگر هیچ آرد و یا گندم داخل افغانستان نشه ما تولید کرده میتونیم. جناب رئیس بازم خوش آمدین. دیدین مردم افغانستان روزای بسیار سخت و دشوار را سپری کرده و ما دیپوهای گندم که میبینیم در یک فابریکه خود ما فکر میکنم که اصلا جای نگرانی نیست و این روزای سخت‌تر زیر ما مردم افغانستان در شرایط بد قرار داشته و مردم مستحکم است. مردم هست که این مسائل بسیار عادی است به نظر من و هیچ جای نگرانی نیست. ما فکر میکنم که تشویش‌هایی که به همه مردم و از آن مردم ایجاد شده یک قابل نگرانی نیست. ما از جانب صنایع افغانستان اطمینان میدیم و همه هموطنان خود که اصلا شاهد قحطی و گرانی آرد در کشور نخواهیم بود. و یک چیز دیگر دوست عزیز که اتاق صنایع معدن کابل امروز از یک طرف به هموطنان خود اطمینان داد که در قسمت مواد شوینده خصوصا موادی که ضد عفونی کننده است به حد کافی مواد دارن و تصمیم گرفتن که مواد خود قیمت نمیکنن و تا به تمام هموطنان ما برسه. به این شکل جناب یوسف حمیدی که هم عضو اتاق هستن اینا هم اطمینان دادن که تا 6 ماه ما میتونیم که مردم آرد بدیم، جای قابل نگرانی نیست. بنابراین مرجع رسمی و قانونی که میتونن صدای صنعتکارا را بلند بکنن، از حق حقوقشان دفاع بکنن، تنها کجاست؟ اتاق صنایع اومده. شکر.